باشد انسانی که دارا باشد لکن دست دهنده نداشته باشد. اگر ما چند جمعه دیگر هم که صحبت کنیم برای این گونه شخصان دلسخت دلسیاه صحبت ما دیگر تأثیر ندارد. چگونه ای که من برای شما از احادیث های بیشمار از آیت های بیشمار صحبت داشتم و باز چندین حدیث و آیت هایی که در این باب وجود دارد ناگفتمان میخواهم یک کمی در اطراف این صحبت داشته باشم و بعدا خدا خواسته باشد سوال هایی که در پیش من است جواب میگردانم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیثی هست که من یک جمله این برای شما بیان کرده بودم که حبیب خدا گفته بودند علی کل مسلم صدقه. در روی دنیا اگر امروز میگویند 1.5 میلیارد مسلمان زندگی دارد، حبیب خدا میگوید بر گردن همه این 1.5 میلیارد مسلمان صدقه کردن واجب است. علی کل مسلم صدقه، هر یک مسلمان باید صدقه کند. هر یک مسلمان باید که دستی با خیر داشته باشد. این سفارش حاجی نیست، سفارش مولوی نیست، سفارش یگان داملا نیست. این سفارش سردار همه اینها معلم ما محمد صلی الله علیه و سلم است. بر گردن هر یک مسلمان صدقه واجب است. علی کل مسلم صدقه. شاید که در بین یک جمعیت زیاد حبیب خدا این صحبت کرد، یک نفری خیلی بیچاره، یک نفری خیلی ناداره از جای خود خیز گفت یا رسول الله این لم یجید، من شخصی هستم که فقط و فقط شاید برای شکم خودم، برای شکم عائلم و برای تأمین فرزندهام مال دارم خلاص. اگر به ذمه هر یک مسلمان صدقه واجب باشد و ضرور باشد، من چی کار کنم؟ من ندارم. چگونه ای که امروز در جامعه ما و شما فقیرها وجود دارد، نادارها وجود دارد. چگونه ای که در عرفیت میگویند سواره پروای پیاده ندارد، امروز همچنان است. شرایط ما که خوب هست فکر میکنیم کم بغل وجود ندارد. شرایط ما که نقض است میگویم نخواد که کم بغل وجود داشته باشد و الا وجود دارد. الحال ما تا مسجد ندار آمده در پیش ما چند نفر برای من یاردم کن. فقط اطراف مسجد اینا کم بغل هستند. بیچاره از جاش که از گو حبیبی خدا نور چشم من میخواهم که صدقه کنم. من از زبان شیرین شما شنیدم فضیلت صدقه را، لیکن ندارم. این لم یجید، یافته نمیشه و چیکار کنم؟ حبیب خدا چی گفتند؟ یعمل بیدیه فینفع نفسه و یتصدق. حبیب خدا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. خداوند مرا برای چی بین شما فرستاد؟ پیغمبر خدا گفت تا که من بر بندگان خدا جبر نکنم، تا که بالای بندگان خدا ظلم نیارم، تا که بالای بندگان خدا مشقت جاری نکنم. بلکه چیکار کنم؟ برای چی آمدم؟ میسرین، من آسان گیرنده آمدم. من میخواهم که بنده های خدا مشقت نیفتند، بنده های خدا از حساب ناداری و قرض و قواله و دربدر نیفتند. من برای این آمدم. حضرت چی گفتند؟ گفتند مادامی که ای امتی من نداری کار کن، در یگان کارخانه رفته کار کن،
زمین داشته باشی در زمینت کار کن. خواجگی نزد حولگی داری، نزد حولگی در کار کن. فینفع نفسه، آن چیزی که از زمین تو حاصل می شود و یتصدق، برای جان خود صرفش کن. دقت کنین، این جمله بسیار جمله حل کننده ای هست. حبیب خدا نگفتن اچم داری نداری قرض کن، نگفت اچم اکو چی کار میکنی، شرایط همین است. همسایه کرد وای خیشت کرد، داری نداری بچم هر راهی را که استفاده میبری کردن بگیر، ماشین تا فروش، خانه تا بفروش. اینا نگو حبیبی خدا. چی جمله حل کننده ای گفت؟ رو گفت ای بنده خدا، رو گفت تو آزاد، با دستات کار کن، در زمینت کار کن، در هر یک اداره کار داری کار تا کردن بگیر. آن مبلغ معاشه که به دستی تو از حساب مهنتت می آید و تصدق، در جان خودت صرفش کن. این هم صدقه است گفت پیغمبر، این هم صدقه است. این سخن پیغمبر است، این را هیچ کس رد کردن نمیتونه. افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیالی و ينفقه على دابته و دینار ينفقه على اصحاب في سبيل الله و اعظمها اجرا الذي انفقته في عیالی. پیغمبر خدا گفتن شما پول دارین، گفت دینار، گفتن حبیب خدا امروز من میگویم در جای دینار سامانی. حبیب خدا گفت سامانی داری یا دلار داری یا دیگر نمودی پولها را داری؟ افضل ترین پیغمبر، افضل دینار، کدام سامانی از همه در سامانی افضل تر است؟ همان سامانیه که حبیب خدا گفتن که اگر انسان ينفقه على عیالی، زن و فرزند خودش اسیر کنه، افضل ترین سامانی، افضل ترین پول همان پوله که اگر گفت از همان پول زن او فرزند او سیر باشد، زن او فرزند او از خوراکه و از پوشاکه تامین باشد، این افضل ترین صدقه، افضل ترین دینار پیغمبر خدا بها دادن. دوم چی گفتن؟ دوم گفتن افضل ترین دینار همان دیناری هست که انسان ينفقه على دابتی، در اسبش، در خرش، در گاو، در گوسفند، در آن مالی که در خانه دارد یا ماشینی که برای خدمت دارد در همون وقت تأمین میکند. اینم پیغمبر خدا گفتن افضل ترین پول، افضل ترین سامانی انا همین سامانی هست. سوم چی گفتن؟ و ينفقه الرجل على اصحابه فی سبیل الله. باز گفتن افضل ترین سامانی، گفتن پیغمبر همون سامانی هست، همون پول هست که اگر انسان در رفیقی را میبیند که بیچاره شرایط ندارد، بیمار است، میدهد میگه رو طبابت کن. رفیقی هست بیزن است، دستش میرسد رو زن بگیر. رفیقی هست میاد مراجعت میکند مادرم بیمار است، برای مادری او میدهد. یعنی افضل ترین سامانی پیغمبر گفت همان سامانی هست که انسان برای رفیقش صرف میکند، برای رفیقش. لیکن اعظمها اجرا، لیکن گفت بزرگترینش کدام است؟ هر وقتایی که مرد بر زن و فرزندی خودش صرف میکند. این حبیب خدا گفتن افضل ترین دینار، افضل ترین خیر انا همون خیری هست که انسان برای زن و فرزندی خودش تأمین کند. من برای چی اینقدر تاکیدن گفته ایستادم؟ زیرا که امروز شما مالهاتان در راههای بیهوده صرف میکنید، لیکن زن و فرزند شما از مال شما برخوردار نمیشود. زنهای شما شکایت دارد، فرزندهای شما شکایت دارد، لیکن شما مال و پولهاتان در راه دیگر صرف دارین. شما مالهاتان در راه حرام صرف دارین، لیکن رحم به فرزندت به زنت ندارین. حبیب خدا میگه کفا
کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود. حدیث صحیح است، حدیث متفق علیه است. کفایت کننده است برای انسان از روی گناه، یعنی اینقدر گناه برای تو بسنده است که تو را دوزخ برند. ان یضیع من یقود، اگر حق زن و فرزندت در راه نامناسب صرف کنی، همین گناه گو برای تو بس است. حبیبی خدا را ببین تاکید چه ندارم. گفت مرد ندارم. ای حبیبی خدا ندارم. او نداری، گو رو کار کن برای جان خودت، برای تربیه فرزندت، برای تأمین زنت صرف کن. همینم گفت صدقه هست. ابدأ بنفسك فتصدق علی فإن فضول شیء فلأهلك فإن فضول عن اهلك شیء فلذی قرابتك. حبیب خدا میگه اولین پولی که در دست شما میگذارد. جوانای عزیز، امروز الحمدلله شما تاجر شدین، امروز الحمدلله که شما پول به دست شدین. مبادایی که اولین پولی که در دست شما میگذارد، مبادای در دست یکی از شما $100 میافتد، $500 میافتد، $1000 میافتد. حبیب خدا راهنمایی دارد. همین پول چیکار کنی؟ میگه ابدأ بنفسک، رو بازار میگوید آن لباسی که برای خودت معقول است برای جسد خودت بخر. از همان سر پول رو لباسات خوب کن، تاقی خوب بخر. خب لباسات تامین کردی، بیا به خانه، عائلت بگیر، فرزندهات بگیر، رو برای اونها هم لباسی خوب بخر، برای فرزندات کتاب بخر، سمکه بخر. رو در دستت میرسد بهترین مکتب دا بگذارش، تحصیل کردن بگیرن. حبیب خدا گفت الکه تمام شد، یعنی سومی که در دستی تو بود الکه شکمی خطا سیر کرد، لباس تا تأمین کرد، زن تا سیر کردی، فرزندات تا تأمین کردی. فلی اهلی کرد، اهل تا تأمین کردی. فلیزی قرابتک، تقه داری، عمکی داری، خاله داری، عمه داری، کش تبارت خبر بگیر. رو از این مال و ملکت کش و قومیت یاردم کردن بگیر. حبیب خدا گفت مبادایی که از اینها هم که پول زیادی کرد، این زمان چیکار کن؟ فها کذا و ها کذا. انا مرحمت گفت مرد میدان شو، دیگر هر طرفی که مثال کاری خیری که است صرف میکنی، صرف کردن بگیر. افسوس که امروز، افسوس که همان رحم و انصاف چی در پیشواها ما نمانده است، چی در مردم ما نمانده است. اگر تا زمانی که ما با یک برادر ما رحم نداشته باشیم، تا یک زمانی که برادر ما و شما با کم خراجاتی اگر دلالت نکنیم، باور کنین ایمان ما و شما کامل نیست. ایمان ما و شما کامل نیست. این ایمانداری نیست که من یک برادرم شرایطش نرسد مجبورش کنم که اکل خیر داری نداری کردن بگیر و رفته از بری بالا نشینم و بهترین طعام ها و همون گوشت بلند برداشته خایدن بگیرم. همین انصاف است؟ این انصاف نیست. یک قصه از دوره صحابه پیغمبر رحمت تماشا کنین، مهربانی و دلسوزی را تماشا کنین و از این قصه ها را شنیدن پس چق نکنین، بلکه عبرت گیرین. اینا برای عبرتن. یکی از صحابه پیغمبر میگه جنگ یرموک شروع شد. بچه عمکو میگه در همین جنگ اشتراک داشت. وقتی جنگ اتمام یافت، تمام شد، یک مشکی آب گرفتم و به میدان جنگ رفتم. گفتم شاید بچه عمکم در هر جایی که باشد تشنه است، از همین آب برخوردارش میکنم. میگن میدان جنگ رفتم، میرم میگه در یک گوشه بچه عمکم یردار است، خیلی جراحت وزنی میبرداشته است و در نزع جان است. و اون نزدیک شدم، آب نشان دادم، اشاره کردم آب می نوشی؟ اون نزدیک بیار آب می نوشم. وقتی نزدیکی او آوردم تا بلب همین بچه عمکم رسیدن که از پهلوش یک مسلمان دیگر که اونم جراحت برداشتگی بود و بلند آواز داد آب. میگه این بچه عمکم وقتی صدای او را شنید به من اشاره کرد، پیشی وی را گفت، در حالتی که خود حضرت جراحت وزنین داشت، خودش تشنه بود. گفت پهلوم دا بر گفت
وقتی میگه پیشی وای رفتم نگاه میکنم هشام ابن ابی العاص است و نزدیک زبان اون نزدیک آوردمش که آب که از پهلوش یک برادر دیگر فریاد زد آب. میگه هشام به من اشاره کرد نزدیک وای را گفت. وقتی به پیشی وای تا رسیدم گفت که جان وای الکی از بدنش جدا شد. آمدم پیش هشام که الکی جان به حق تسلیم کرده است. آمدم پیش عمکم که بچه عمک بهم جان به حق تسلیم کرده است. مهربانی را بگیر. در یک حالت خیلی مشکلات حضرت آب ننوشیدن به دلالت به امرش کردن به رفیقش کردن. برای چی؟ این برای که المسلم اخ المسلم لا یظلموه ولا یخونوه ولا یکذبوه ولا یحقروه. حبیب خدا میگوید مسلمان برادری مسلمان است. همه شما مسلمانین الحمدلله. الحال در همینجا مردمی هست که پهلو با پهلو نشستین با یکدیگرتون قهری هستین. چگونه مسلمانی است؟ در پهلو یکدیگر نشستگی هستین، بیرون برای یکدیگر را سیاه میکنین، غیبت میکنین. این چگونه مسلمانی هست؟ حبیب خدا گفته ایستاده است مسلمان برادری مسلمان است. دروغ نمیگوید مسلمان مسلمان است. خیانت نمیکند مسلمان مسلمان است. بی قدر نمیکند مسلمان مسلمان است. خیانت نمیکند مسلمان مسلمان است. بی رحمی نمیکند مسلمان نسبت مسلمان. این رحم انصاف باید که ما در وجود ما راه دهیم. این رحم انصاف از اسلام است. برای چی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم؟ برای چی؟ به نام آن پروردگاری که رحمان و رحیم است، بخشنده است، بخشنده است، مهربان است، غمخواری بندگانش است. مادام پروردگار که غمخواری ما باشد، چرا ما غمخوار نباشیم؟ چرا غم یکدیگر ما نخوریم؟ در دوام چی گفتند؟ در دوام گفتند فَإِنْ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. ای حبیب خدا، مادامی که با دست هم کار کردن نتوانستم در زمینو، مادامی که همین عمل انجام ندادم، چیکار کنم؟ حضرت چی گفتن؟ قال تعین ذا الحاجة الملهوف. مادامی گفت اگر قوه کاری نداشته باشی، یا مادامی که تو اگر از عهده کار نبرایی، یا مادامی که اگر تو آنقدر مبلغی نمیابی که حتی شکم خودت و زن و فرزندت تامین کنی، چیکار کن؟ گفت تعین ذا الحاجة الملهوف. اگر میبینی یک موی سفید که خیلی مانده شده است، یا یک مادر خیلی مانده شده است، در دستشان بار است، یا یک کار دارن بیچاره از عهده کار نمیبرن، رفته اونها را یاردم کن. این هم صدقه است. گفت پیغمبر این آداب الله که از بین جوانان قریب که گم شده است. کم از آن جوانی که اگر یک همسایه‌ای که موی سفید داشته باشد، یا یک مادری پیرانسال باشد، از او پرسان کند ماما یگان خدمت داری، بابا یگان خدمت داری؟ اینا هیچ جوان نمیگوید. حبیب خدا دلالت دارد اگر کدام انسانی که پول دادن نمیتواند، خیر کردن نمیتواند، یک آدم رفته دست شگیرد، یک آدم خدمت انجام دهد، این هم گفت صدقه در راه الله است. صدقه معنای را ندارد که ما خون کنیم. صدقه معنای را ندارد که ما گاو غلطانده کشیم یا دیگر مالها را ذبح کنیم. حبیب خدا میگه احب صدقه الی الله تبارک و تعالی. دوست داشته ترین صدقه به سوی پروردگار چی است؟ قول الحق. حتی یک سخن راست گفتن این بهترین صدقه به سوی الله است. وقتی آدم راستگو باشد، حتی راست قولی را پیغمبر گفت محبوب ترین صدقه به سوی پروردگار است. در دوام این مرد باز پیغمبر را سوال کرد ارایت ان لم یستطیع. ای پیغمبری خدا، اگر مبادا یک موی سفید یاردم نکردم، یا یک مادر پیرم یاردم نکردم، نتوانستم، باز چی دلالت داری؟ حال یأمر بالمعروف او الخیر. پیغمبری خدا گفتن مادامی گفت بچم گفت پول نداره که خیر احسان کنی، مادامی که گفت قوت نداره یک کس یاردم کنی،
یا در زمین کار کردن توانستی، به مردم امر معروف کن، مردم به صحبت خیر کن، با سخن خوش با مردم صحبت کن. این هم گفت صدقه در راه الله است. این جوان در آخر چی گفتن؟ ارایت این لم یفعل یا رسول الله، اگر گوی پیغمبری خدا اگر نتانم گپی خوبه گفته چی؟ اگر امر معروف کردن نتوانو، مثل بعضی از برادرایی که امروز دل خراشن، بعضی از برادرایی که امروز زبان خوش ندارن، فقط در زبان آزار، فقط دشنام، فقط تحقیر. و اگر زبان حتی باشد چی؟ حضرت چی گفتند؟ یمسک عن الشر فانها صدقه. بهترین جمله ها، بهترین توصیه ها، کو گوشه که اینها را گوش کند، کو دلی که اینها را قبول سازد، تا که نیکبختی و دنیا و آخرت او را یار شود. کجاست همون گوش؟ کجاست همون دل؟ ای حبیبی خدا، اگر نتوانستم زبان خوشخط مردم صحبت کردن نتوانستم، فقط کارم غیبت باشد چی؟ حالا امروز مردها از زنها گذرانیدن در غیبت، هر جا میره غیبت، هر جا میره فلانی را فلان کس فلان گپ گفت. ایزا نمیکشی؟ شرم نمیداری؟ از خدا نمیترسی؟ شب معراج این افسانه نیست. شبی که پیغمبری خدا رخصتی شدن، دعوتنامه داشتن، به نزد الله رفتند. وقتی نزد الله رفتند، حبیب خدا میگد لما عرج بی مررت باقوام لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوههم و صدورهم. پیش یک قوم گذشتم، خیلی قومی کلام بود، شاید 1000 نفر، شاید 100,000 نفر. چی وظیفه داشتند؟ ناخونهای دراز دراز از میس پروردگار با آنها تیار کردگی بود. با این ناخونها با دست خودشان چیکار میکرد این قوم؟ همین چهره روی که گوشتی ملایم دارد همین را میخراشید و میغلطانید. این روی دلهای ملایمی که داشت اینها را خونشار میکردند. باز اینها برقرار میشدند، باز اینها سر میکردند. در بدن یک سوزن بزن، درد سوزن تصور کن. نداری طاقتی یک زخم سوزن، نمی ترسی چرا از سوز گلخن؟ حضرت میگوید قوت یک سوزن نداری، از آتش دوزخ نمی ترسی؟ این کندن روی و خراشیدن بالای سینه کاری آسان نیست. حبیب خدا غمگین شدن. من هم یا جبرائیل. شاید حبیب خدا گریه هم کرده باشند. اینها کیها باشند که در این قدر عذاب سخت گرفتارند؟ حضرت جبرائیل چی گفتند؟ هم یأکلون لحوم الناس و یقعون فی اعراضهم. حبیب خدا گفت اینها کسانی بودند در دنیا که دو عیب داشتند، دو جنایت داشتند. یکم این که هر جایی که یک برادرش خلوت که میافت و غیبتش میکرد. هر وقتایی که یک برادرش اگر در حضورشان نباشد در حال غیبت در حق او سر میکردند. اینا گو یک جنایت همین بود. دویم جنایت همین بود که یقعون فی اعراضهم، میخواستن قدر و قیمت یک برادرشون پس سازند. در هر جا او را هر گونه تحقیر و هر گونه تهمت میکردند. چگونه ای که امروز بعضی تهمت ها در راست ماست. کمتر از خدا ترسید، کمتر از خدا بترسید. آن صحبتی که من برای شما میکنم باوری دارم که اگر همین صحبتی مرا ناریخته و ناچینده در کدام اداره نباشد، در کدام شخص نباشد رسانید، انشاءالله من باوری دارم برای من صدها مکافات روان میکنن. لیکن افسوس که شما سخنی درست نمیرسانید، افسوس که شما سخن خوب نمیرسانید، افسوس که این غمخواری های ما را در حق خودتان نمیرسانید، بلکه شما برعکس میرسانید. حضرت گفتن دو جنایت داشتن.
یکی یکدیگر را چیکار میکردن؟ غیبت میکردن. دوم یکدیگر را قدر قیمتش که در پنهانی میافتن و او را قدر قیمتش پس میکردن. حبیب خدا گفت از سوی این مرد که سوال داد اگر نتوانم امر معروف و سخن خوب گفتن نتوانم چیکار کنم؟ یمسک عن الشر فانها صدقه. پیغمبر خدا گفت از بدی و بخیلی و بدگفتاری باز ایست، این هم برای تو صدقه هست. سخن خوب نمیدانی، امر معروف نمیدانی گفت، مادام ندانی گفت، از تحقیر یک برادرت باز ایست، از دشنام باز ایست، از غیبت باز ایست، برادرت دشنام نکن، این هم برای تو صدقه هست. این است تفسیر حدیثی پیغمبری خدا. هر کدام ما و شما از این حدیث، از این صحبت باید که خلاصه برآوریم. رود مؤمن از این دنیای پرشور، به طاعتها به خلوت خانه گور، به او قرآن به هم آنجا درآید، به طاق جانبی سر می برآید. درآید طاعت و صوم و صلاتش، همه خیر و سخا حج و زکاتش. شود همراه او از جانبی راست، دل آسا می کند او را به هر خواست. سوالهای کرامن کاتبین را، دهد آنجا جوابی با یقین را. نجات یابد از هر سختی گور، چراغان است گوری او پر از نور. رود مؤمن از این دنیای پرشور، به طاعتها به خلوت خانه گور، به او قرآن به هم آنجا درآید، به طاق جانبی سر می برآید. درآید طاعت و صوم و صلاتش، همه خیر و سخا حج و زکاتش. شود همراه او از جانبی راست، دل آسا می کند او را به هر خواست. سوالهای کرامن کاتبین را، دهد آنجا جوابی با یقین را. نجات یابد از هر سختی گور، چراغان است گوری او پر از نور. بکن جهد ای پسر در حاصل نور، منور تا بگردد خانه گور. حضرت جنونی را خدا رحمت کند در این مصرع‌های شعری چی میگوید؟ وقتی مؤمن، وقتی شما این دار فانی را ترک میکنین و به دار باقی خانه قبر که میروین، تمام این طاعت‌های شما، تمام عبادت‌های شما، تمام خیر احسان شما را در یک تاقچه از بالای سر از جانب راستی شما برای حفاظت شما باز می‌ایستاده، شما را محافظت میکند، دلاسا میکند به هر خواه. سوالهای کرامن کاتبین را، دهد آنجا جوابی با یقین را. وقتی سوال می شود ای بنده خدا در دنیا چه عمل انجام دادی؟ نماز تو گواهی می دهد من نمازش هستم، روزه تو گواهی می دهد من روزه او هستم، پول و مال تو گواهی می دهد من پول و مال این بودم که در راه خیر مرا صرف کرد. حضرت مولوی می گوید بکن جهد ای پسر در حاصل نور، بگردد تا منور خانه گور. جهد کن، کوشش کن، صرف کن تا که پشیمان نشوی، تا که خانت خواهی خانه گورت منور شود، مثل همین مسجد واری روشن باشد. در دنیا مهنت کن، زحمت کش، خیر و احسان کن، انشاءالله خانه گوری تا هم آباد است. این است البته به البته آن چیزی که ما از خیر احسان میخواهیم بهر شما رسانیم. برای بندگان خدا مشکلات نیاریم، بگذارین هر یک بنده خدا آن مقداری که دارد همان مقداری خودش صرف کند بس است. ما از او زیاد طلب نکنیم. در عرفیت ما و شما مثل‌هایی داریم، از کرپت پات زیاد دراز نکن، همون کرپه‌ای که داری از همون کرپه پات درازتر دراز نکن، یعنی با قد کرپت پات دراز کن. از کرپه که با پاکی بیرون که آمد پایها شما میدانید که او در کدام حالت قرار میگیرد. مقصد که هر یک آیتی که خدا در قرآن میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها را باید شعار ما و شما کنیم. هیچ بنده ما تکلیف نمیتم مگر قدر قوتش، از قوت زیاد زور نزنید. برادرای عزیز،
کسی از قوت زیاد زور زد میگه میانش میشکند. میان شکستن این است که ما و شما قرضدار میشویم، ما و شما طلبنده میشویم، ما و شما روزگارمان بسیار بی برکات میشود. بیایید سخن خدا را گیریم، بیایید سخن پیغمبر خدا را قبول کنیم تا که ما و شما در دنیا آسوده زندگی کنیم، تا که همون زن و فرزند ما و شما از ما راضی باشند، تا که همون نانی که ما و شما زیادی میدیم راحت مردم میبیند، همون راحت زن و فرزند ما بینند، به نهایت نیک میشود، به نهایت خوب میشود. خواستی من هم همین است. این خواستی من نیست، این خواستی الله است و این خواستی رسول اوست. افسوس که همین صحبت هایی که من برای بیچاره‌ها و نادارها کرده ایستاده‌ام که اگر پیام جناب عالی را گوش کرده باشین، همون جمع اشاره کرد آدم های دارا، مردم های بیچاره و فقیر را یاردم کنین، یتیم ها را یاردم کنین. ما یاردم تان میکنیم، لیکن شما به قدر این صحبت ها نمیرسید. چنان باز خیر احسانی که از طرف آدم فقیر می شود، بعض دولتدار و یک کرده نمیتواند، بعض دولتدار عاجز می آید. امروز مسابقه شده است، امروز خیر احسان طرف ریا را گرفته است. می بیند همسایه بهتر کرد، باید از او را بهتر کنه. من از او چی کمی دارم؟ تو کمی زیاد داری، تو مال نداری، تو پول نداری، تو رفتی درآمد نداری، تو کمبودیات خیلی زیاد است. افسوس که کمبودی تا خودت نمیبینی. پیغمبر خدا میگن من تصدق یرائی فقط اشرک. کسی که اگر صدقه میکند نه از برای خدا، فقط برای نشان دادن، او شرک به الله آورده است. از شرک خدا نجات دهید، از شرک پرهیز کنید. این است موضوع صدقه ما و شما. این مما یلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته. حبیب خدا میگوید وقتی بنده مؤمن از دنیا میگذرد، وقتی در خانه قبر که خواب میکند، تمام دیگر وی نه نیکی کرده میتواند نه بدی کرده میتواند. نامه اعمالش پوشیده میشود تا روز قیامت، مگر چند طایفه را نامه اعمالشون کشاده هست. در قبرم که باشد خوش به حالشون. اینا کیها باشند؟ کار کنین از همین طایفه باشین. علما نشره، کسی که علم اسلام در بین مردم منتشر میکند، تمام مردم از اسلام خبردار میکند. یکی علم حق را، علمهای باطله و مسئله های نادرستنی که امروز باعث فتنه و باعث اختلاف شدند، علم حق، مسئله درست، حدیث صحیح پیغمبر در بین مردم آن کسانی که منتشر میکنند، اینها اگرچه در قبر خوابم که باشند، نامه اعمالشان در ثواب رفته ایستاده است. علما نشره او ولدا صالحا ترکه. دویم گروش کدام است؟ کسی که در دنیا فرزندی خوب باقی میماند و میرود، فرزندی سالم، فرزندی صالح، فرزندی نمازخوان، فرزندی خداگو، فرزندی خدا ترس، فرزندی که فایدهش چی در اسلام و چی در این جمعیت میرسیدگی، دختری با حیا، دختری خدا ترس باقی میماند و میرود. اگرچه در خوابم، پدرش خوابم که در قبر باشد، این عملهای نیکی فرزندش در نامه اعمال پدر و مادرش رفته ایستاده است. او مصحفا ورثه، خوش به حال او پولدارهایی که برای طالب علم قرآن میخرند. کسی که در دنیا از پس خودش یک قرآن میراث میماند و به خانه قبر میرود، تا وقتی قرآن او را یک برادر میخواند، ثواب هر یک حرفی او در خداوند حسنات در نامه اعمال او انسان می نویسد. او مسجد بناه، آن برادرانی که امروز ما را کمک کردن مسجد بنا کردیم، اونها هم اگرچه در قبر خواب میکنند، لیکن این یاردم اونها، این مسجد ساخته اونها، ثوابش در نامه اعمالشان می رود. من بنا لله مسجدا بنا الله له قصرا فی الجنه. کسی در دنیا اگر یک مسجد بنا کرد، خداوند چنان قصر برای او میدهد که اگر وی نرخ کنی
شاید که عددها کمی میکند و این نرخش دیگر حساب ندارد. اون قصری که خدا برای شما میدهد چنان بلند هست، میگد قصر که حتی انسان تصور میکنه که ستاره در پیشش است. اینقدر قصر بلند خدا برای آن کسانی که در دنیا مسجد بنا میکنند نصیبشان میگرداند. او بیتا لابن السبیل بناه، دیگر طایفش کدام است؟ کسی که در حالت زندگیش یک مهمانخانه برای مردمی که مسافر میشوند بنا میکنند. تا حال من نشنیدم که یگان نفر پیدا شده باشد یک مهمانخانه برای مسافرها بی پول تأمین کرده باشد و همون بخشیده باشد که همین برای مسافرها. تا حال من نشنیدم. شاید که بعد این صحبت یگان برادر مالدار باشد که همین مهمانخانه را رخصت گیرد از حکومتدارا و در یک جا بنا کند یک مسافرخانه برای آدمایی که از بیرون میآیند، دیگر در بدر نشوند، خانه به خانه نشوند، همان مسافرخانه در رفته خواب کنند. یا امروز در شهر ما و شما سیر میکنیم، هست برادرایی که شرایط دارند لیکن شاید از همین ثواب درک نداشته باشند. یک حاجت خانه در همین شهر با طریق حاضر زمان رفته تیار کنند، یک حاجت خانه، جای همون نشستش، جای برای طهارتش، همون جای یک بیناش تیار کنند، ساز کنند و حتی همون یک آدمی که در همون جا میگذارند به معاش و علاقه مثال درآمد خود چه مییابد، در همون جا نشسته و خدمت همین مردم کند. خوب ثواب است، خوب ثوابی کلان است. یا یک برادر پیدا شود یک تالار برای مشق همین بچه ها تیار کند، مخصوص یک تالار تیار کند برای دویدن، برای گوشتین گرفتن یا برای دیگر نمودهایی که برای جسم انسان، برای بدن آدم آب تاب دادن تیار کند، برای بچه های ما و شما تسلیم کند. اینا همه ثواب دارند. یا امروز من میدانم چندین وکیل ها در این مسجد من اشتراک میکنند. خوب میشد از همون برادرهای همون اطراف پول جمع میکردند و برای بهبودی همون محلشان، چه آوردن آب، چه آوردن گاز، چه تعمیر همون راههایی که در همون محله ها دارند، بهترین ثواب است، ثواب است. او نهرا اجراهو، دیگر طایفه کی است؟ دیگر طایفه همون طایفه ای که نهرا اجراهو یک چاه میکند، یعنی یک آب را میارد به یک محله. اینم از کسانی هست که در قبر خواب است و این تربه هایی که کشیده در خانه های ما و شما راست کرده است، ثوابش در نامه اعمالش رفته ایستاده است. در آخر چی گفتند؟ او صدقه اخرجها من ماله فی صحته و حیاته تلحقه من بعد موته. آخران گفتند کسی که در حال صحتیش، در حالت داراییش، در حالتی که قدرت دارد، در حالتی که بالای ملکش خودش خود جهین است، در همون حالت وقتی که از مال خودش یک سامان هم که باشد برارد دهد، این برای او بهتر است از اوزی که از بعد او خیر احسان میکند. لا یتصدق المرء فی حیاته بدرهم خیر له من ان یتصدق ب100 عند موته. پیغمبر خدا میگوید انسان وقتی میمیرد 100 سامانی از پشت او صدقه میکنند، از اون دگو افضلتر و ثوابتر در یک سامانی هست که انسان در حال حیاتش به دست خودش خیر کنه. مرحمت اگر کدام میخواهید، از کدام طایفه اینها باشید، خوش به حالتان. پولها را خدا دادستان، این پولها را بیهوده نداده است، اینا حکمت دارند. این پول نداد که شما مغرور شوید، این پول نداد که شما سرکش شوید، این پول نداد برای شما که دخترهای مردم از زنا کنید، این پول برای شما نداد که حرام کرده های خدا را خریده و در حلق مردم ریزید. این پول برای داد که شما بنده های خدا را یاردم کنید. این پول داد که شما راحت این پول بینید، راحت دنیا را ببینید، لذت دنیا را بچشید. لیکن برادرها و خواهرها و امروز باور که برادر به دولت است، دادرش کم بغل است، یاردمش نمیکنه. چند برادر اولی خطا آمدگی است در من، چند برادر شکایت دارد که برادرم صاحب نصاب است
زکات میدهد در ما نه، بلکه مردم میدهد، ما را نمیدهد. تا این اندازه صله رحم نمانده است. جوان پولدار است، پدر و مادرش گرسنه است. جوان مالدار است، برادر خواهر و اپش داد گفته گشته ایستاده، بی پول بی مال. دادر چیکار دارد؟ روزی دراز مست است، روزی دراز مال در راه نادرست صرف میکند. یقین دانید که این مال عاقبت ندارد. پولی که در راه نادرست که صرف شد، عاقبت آن ذاتی که داد و در حال از تو میگیرش. کم بغل میشوی، نادار میشوی، بعدا طعنت میکنن زمانی که داشتی آردم ما نکردی، اکنون امروز که نداری خوب شدی گفته همچنان ما و شما را طعنه میکنن. برای همین این پولهامان و مالهامان اگر در راه درست صرف کنیم انشاءالله ثواب خیلی زایدی رو ما و شما میگیریم. یا حتی که اگر ما و شما، حدیث پیغمبر یادم آمد، ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا فیأکل منه انسان او طیر او بهیمه، حبیب خدا چی میگوید؟ الا کان له صدقه. اگر کدام انسان یک درخت میشیناند یا در یک زمین زراعت میکند، گندم میپاشد، زغیر میپاشد، حبیب خدا را حدیث مبارکش تماشا کنید. حضرت گفتند از برای او گفت در همین درخت ها و در همین زراعتش صدقه هست. شما می توانید دادرای عزیز، کدامید که در همون گویم همون زمین هایی که نزد حولی تان دارین، همون ها در درخت شینانید، اینم کار ثواب است. اگرچند که باغ کردن کار هر کس نیست، اگرچند اینم خیلی بگیم یک فضل کلانی است که خدا به هر کس نمیدهد، لیکن به هر حال شما بنده های خدا هستین. توصیه پیغمبر همین است که حتی که اگر شما یک درخت شینانین، اینم برای شما در نزد پروردگار ثواب است. حتی میگوید بین اگر از میوه همون انسان میخورد، حیوان میخورد، پرنده ها میخورد، اینم برای شما ثواب است. گفت حتی انسان، در حدیث دیگر میاد، حتی انسانی که اگر از چشم تو پنهانی آمده از همون میوه های درختی تو چیند، هم در هر یک دانه میوه پروردگار برای تو 10 ثواب میدهد. حتی میدزدن از باغ دزدن هم تو را خداوند ثواب میدهد. اینم عمل خیلی خیر است، اینم شما از دست ندهید. السلام علیکم داملای شیرین سخن، از شما خواهش دارم که با سوال من جواب گردانید. میگویند که تخم، نان یا شیر را فروختن درست نیست، درست است یا نه؟ اینا همش یک گپای بیهوده است. امروز همه فروخته ایستاده است. تخم هم میفروشن، نان هم میفروشن، شیر هم میفروشن. اینا چرا نادرست است فروختنش؟ حتی شما در خانه هاتان هم که اگر گاوی جوشایی داشته باشید، اگر زیاتی میکردگی باشد یا دسترس باشی، میلش یک مقدارش برای خودت بگیر، یک مقدار دیگرش در همسایت به پول تقسیم کن. انشاءالله جوان مردی از ثواب است. لیکن اگر همو انسان، اگر همین شیره که دارد همون هم که در همسایه فروشدن، اینجا گناهگار نمی شود. اون مهنتش است، وای گاو خریده است، وای گاو تربیه میکند، این پول میگیرد با در یک بهبودی خواجگی صرف میکند، این گناه نیست. یا مرغ داشته باشین و مرغ میفروشین، تخمش میفروشین، این حق شما است، جایز است. یا مثل برادرایی که امروز آرد میخرن و نان میپزن و نان میفروشن، البته جایز است. تجارت هیچ جای گناهگاری ندارد. در همسایه هم که فروشین درست است، لیکن اگر شرایطاتون میرسیدگی و با دولت باشید، میلش این حالت اگر در همسایه تقسیم کنین، خوش به حالتان، خوش به حالتان. اینم یک حق همسایگی همین است که شما مهر و شفقت داشته باشین، یک دیگرتان دوست داشته باشید. سوالها را بی نهایت دراز بد می نویسید. همین فقط برای من وصف حاجت نیست، من گفته بدم. باور که من اون وصفی که در همین خطها شما میکنید، من قسم نمیخورم، لیکن باور که ارزنده همین وصف من نیستم. ما از همین وصف ها، از این صفت ها خالی هستیم.
ما باور کنین از پسترین نمازخانه که در همین مسجد ما هست باور کنین من از او دا باور که پستر هستم. هیچگاه ما صفتی بلند نداریم، وصفی بلند نداریم. ما را وصف نکنیم. میلش دوست می‌داریم، خدا شما را دوست دارد، من هم شما را دوست می‌دارم. خدای مهربان همه شما را نجات دهد، همه شما را خدا نگه دارد. لیکن فقط همین سوال بنویسیم بس. میلش در بالاش السلام علیکم داملای عزیز با که ندارد. در یکم دویمان چند سوالی داری سوالت نویساندن بگیر، وصف ننویسیم. اینجا در نویساندن خیلی آورده آخرش گفته است کدام ملای بوده است اینجا نامشم ذکر شده است، از کجا بودنشم ذکر شده است، من اینا را نمیخوانم. فقط گفته است که در همین مسجد ما فقط نامهای همین وهابی و دیگر ذکر شدن میگیرد. آیا همین ها بس نیست؟ وهابی ها گمراه هستند، از قفای آنها نماز نخوانید و دیگر. حاجی میرزای عزیز التماس یگان چیز آید این بگوید. راستی گپ از این کلمه وهابی نه گوشهایمان آرام شده بود. آیا گفته های این ملا یگان حقیقتی دارد؟ یعنی هست البته انسان هایی که با همون کلمه های وهابی و با همون کلمه های نادرست در بین مردم افشا میکنند، در بین مردم میرسانند. برادرای عزیز امروز این فضل الله بود، این ده همه ما و شما شکرانه کنیم و قوه به نهایت زیاد صرف کرده جناب عالی بود که امروز ما و شما به وحدت رسیدیم، ما و شما آرامی را به دست آوردیم. از این آرامی در نعمت کلال و قیمت به خدا قسم وجود ندارد. همین سبب آرامی است که شما آمده در نزد من میشینید، آمده در این مسجد که شاده میبینید، همه این سبب آرامی هست. بیا بس کنیم. کسی چیزی بود نبود همه این ما و شما به گذشته گفتیم کلان تلا صلوات. بیا یک دیگر را سیاه نکنید. بین همین وضعیتی که خدا برای ما و شما موافقش آورده است اینقدر یک دیگر فهمی ها داریم، محبت داریم. الحمدلله امروز پیشروی ها داریم در همین تاجیکستان. امروز روز به روز دسترخوان ما و شما بای شده ایستاده است، می شود الحمدلله. فقط شما دعا کنید بین همین آرامی را از دست ندهیم. بین یک جای ما و شما همه یک دیگر ما دوست داریم. ازبکیم، تاجیکیم، کدام ملت نباشیم یک دیگر ما دوست داریم، یک دیگر ما حرمت کنیم. در یک محله زندگی داریم، در معرکه یک دیگر مراسم های مرده و خرسندیمان یک جایه هستیم. بیاین یک دیگر را احترام کنیم. همه من کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله میگوییم. او شما مسلمان هستید، چی در کار؟ اون ملا این تری است و این آمیش این تری است و این مشتفید این تری است. از اینا ما و شما زبان ما بند کنیم، انشاءالله عاقبت ما بخیر می شود. و الا همچنان اغوا انداختن گیریم، یک دیگر را سیاه کردن گیریم. همین جامعه ای که خیلی خدا را شکر زیبا و آرام است، همین از دست ما و شما میدهیم. پسان وای میگوییم، پسان داد میگوییم، باور کن دیگر فایده ما ندارد. و ما و شما یک بار مصیبت زده هستیم که یک بار این نارامی ها را دیدیم که آخی همیش بسه برای ما و شما. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان خداوند عاقبت همه ما و شما را بخیر کند. آمین یا رب العالمین. خب انشاءالله جمعه آینده اینجا برادرایی که یاردم ها کردن نام هاشون میخونیم. برای وقتم الکی وقت کمی گذشتگی هست و جمعه آینده انشاءالله همون سوال و جواب ها را مگرم گیم که به سوال و جواب این جمعه نرسیدیم. این صدقه خیلی موضوع مهم است. همین قدر من الحال یعنی تمام خیر احسان ها را جابجا کردن در قوت ندارم، لیکن من همین قدر به شما رسانیدم که کدامش در شما ثواب میگیرین، کدامش در شما ثواب نمیگیرین، تا که فهمین که اسلام بالای هیچ کدام مسلمان جبر ندارد، ظلم ندارد. اسلام همه ما و شما را فقط و فقط از روی شرایط طلب میکند. شرایطت هست مرحمت، شرایط نداری زور نزن، شرایط نداری قرض نکن. این دستوری قرآن و دستور احادیث های پیغمبر است. مرحمت از آن بگید. یک اعلان است برای همه مهمان هایی که مسجد حضور دارند، اینکه انشاءالله این سخن مرا میشنوند. از این همه مهمان ها یک خواهش است که
یعنی اگر اولا همش خوش آمدن، خدای مهربان شما را نگه دارد. من میدونم که خیلی اخلاص زیاد و محبت زیاد به مسجد دارند و دین اسلام دارند. خداوند پای قدم شما را مبارک بگرداند و انشاءالله ما قوت چند مهمان گذراندن هم داریم. شرایطش خدا را شکر همش در اینجا مهیا کردگی هستند. از آمدن مهمان ما همه وقت خرسند هستیم و غمگین نمیشیم، زیرا این حدیث پیغمبر است: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. هر کسی ایمانی بر خدا و ایمانی بر روز قیامت دارد باید مهمان احترام کند. از این خاطر ما به قدر مهمان ها البته میرسیم، لیکن اگر خوب میشد که مثال هر کدام شما در هر جایی که هست، اینجا برادرای از قرغان تیپه هم هست، از یاوان هم هست، از حصار هم هست، از دوشنبه هم هست، اگر همون نفرهای زیاده که مثال هستین شما، اگر در همون محله هایی که هستین ما را تکلیف دین، ما پیش شما بیاییم. شما یعنی به اینجا را آمدن در این قدر خراجات ها و این قدر زحمت ها را بسیار خوب میشود که باور که ما در اونجا باشیم، این برای من بهتر است و این برای ما خوبتر است. زیرا الحال شما